بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دانش آموختگان رشته حقوق، بالاخص داوطلبین عرصه وکالت. بنده حقیر این افتخار دارم که در مؤسسه مطالعات حقوقی دکتر محمد حسین شهبازی با مدیریت عالی و بسیار پیشرفته ایشون درس آیین‌نویسی کیفری و در خدمت شما عزیزان باشم. توصیه بنده به شما داوطلبین عزیز این هستش که با مطالعه کتب آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری، دکتر محمود آخوندی یا 2 جلد انتشار یافته از سمت دکتر علی خالقی و حضور مستمر در کلاس ها بتونیم بیش از اون چیزی که انتظار میده درس آیین دادرسی کیفری شما رو بهبود ببخشیم. دقت بفرمایید، درس آیین دادرسی کیفری مثل درس آیین دادرسی مدنی دوستان عزیز توان و استعداد وکالتی شما رو در عرصه وکالت بیان میکنه. بنده حقیر این افتخار دارم تا در مؤسسه نسبت به درس آیین دادرسی کیفری و مجموعه قوانین خاص مرتبط با آیین دادرسی کیفری در خدمت شما باشم. ختم میکنم به شاه بیتی از صاحب تبریزی که میفرماید: آن نخل ناخلف که تبر شد زمان نبود، ما را زمان گر شکند ساز میشویم. موفق، پیروز، پایدار باشید.